سلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به افیری ما. چون که سلام علیکم گفتیم و شما سلامتی خواهان هستیم دوستانی عزیز. سلام یاسمین گل و علیکم السلام. اکای شکرالله، شما چخیر نقص؟ سلامتیتان نقص؟ کارو بارا احوالاتان نقص؟ تاجیکستان همه نقص؟ پدر مادر؟ رحمت برای لایکاتان دوستانی عزیز. چی گپو اکای شکرالله؟ چی نویگری ها؟ چی بابا؟ زیبونیسا دو لایک. رحمتی کلان اپا جان، سلام علیکم. چقدر شما نقص؟ سلامتیتان نقص؟ کارو بارا احوالا همه نقص؟ خوبه سازید نقص؟ الحمدلله اپا جان نقص. رحمت شما چخیر نقص؟ ساز گشتیم شکری خدا. نقص باشید اپا جان، شما چخیر نقص؟ فرزندان نقص؟ خواستیم کمتر باشد هم ایفیر کنیم. کانال آب چی گپو اپا جان؟ با فکرم که کانال دارید. چی نویگری ها؟ تاجیکستان همه مادر پدر همه نقص؟ امشب افیر مال راست می سکین برو می نباشد. شامی سکین اگه افیره کانال کشادم. چی میکنم؟ سیلکتان مانی دپا بعد افیر و ویدیوتان сообщество مانم. просмотр میگیرد. می نویسم اپا جان من دستگیری کنتان، کانالشان دستگیری کنتان، подписаться کنتان گفته сообщество مانم. ویدیوتان بعد افیر. یاسمین خان شما به حد ژورنالیستی نقش شد. رحمت اکای شکرالله رحمت. رحمت minnatdor. چی نه اپا جان این сообщество مانی یگان کار قین نه. همخیل میگیرید میمانید پرسته یک آدم دستگیری میشد. کانالی ناو کشادگی آب دستگیری میشد. منم خودم کانالم ناو بودگینده زیق مشتم به حد. چوبا اکای شکرالله و شدیم چی؟ ژورنالیست شدیم گپ زنیم نقش شده اسمی؟ رحمت. کسانی که نو آمدن دوستانی عزیز خوش آمدید به افیری ما. از همه شما منت دارم که ویدیوهای ما کانال ما دستگیری میکنید، در افیرهای ما اشتراک میکنید دوستانی عزیز. رحمتی کلان برای همه تان. زیق میشدید میاد دقت میشدید هر دو شکر شکرالله. اکای شکرالله اپای زیبونی سابا آبونه شوید سیل کماندن. اپا جا من بعدی افیر انشاءالله شما بر میکنم. сообщество مانم.
دوستانی عزیز، کسانی که نو آمدن خوش آمدن به افیر ما. مرحمت. سیلکمانتان می‌داریم، آبونه میشیم، کانالاتون دستگیری میکنیم دوستان. بچه چه خیلی نغز می درست می هم بچه نغز درست. امروز خواننده بودم و ما یاسمین که مگزین رفته بودیم نو آمدیم و یا پیش شرکاشان برومدن کوچه به نغز رحمت همه ما نغز. یاسمین گواره بستم. یاسمین خواب گفتم کم کم پوشیدم افیر کنم، گفته افیر کرسیم. خدا با شکر رحمت برای پرسیدناتان، رحمتی های کلان. یاسمین که ترگاه سینت رفته بودیم ما بیگانه روزی دوگانم کختی. پیش روی چخیل الحمدلله خدا با شکر نقص ترسون زادتی حبیب جان. سلام علیکم. و علیکم السلام اکا جان، خوش آمدید. کلید دادم شما به خوش آمدید اکا. رحمت برای لایکاتون. ایوای نقص کو ها نقص خدا با شکر نقص شدیم. خوشبخت باشید رحمتی کلان اکا. حبیب جان شما چخیر نقص سلامتی ها نقص کانال ها بچی باج پیشروی ها پدر مادر تاجیکستان همه. سلام سلام بی بی سارا جان، خوش آمدی خواهر جان شیرین. نغز می شما سلامتی ها نقص تاجیکستان همه نقص پدر مادر پاچام نقص همه درست. مرحمت به بالا برید بی بی سارا. نیچه چقدر کلان شدن نه نغز رحمت اکای شکر الله کلان شدن. خوش آمدید پرسیان میوزیک، خوش آمدید. بی بی سارا خوش باشید اپا جان، شکری خدا. ساز شما رو هم سازین خوبین اپا جان. خواننده فرزنده ساز نغز رحمت اپا جان. خواهر جان بی بی سارا نغز رحمت. چارنی پیرس کرگی بودید کو اپا برای موی خودتان استفاده بردید می من حاضرش همون و این شامپون من ده همون چارنی پیرس حالی هم ادام نشده است اپا جان. همون که کراسه من هم بسیار مو میریزد. این چی آبایی اینجا رسیه همش بیزیب کو موهای ما دراز که های موهای بسیار میریزاند. برای همین بخوای مو با قوت شود گفتم من چیکارگی همه حالی هم دانشته ایستاده است. پختوپزی عالی. سلام علیکم دوستان. و علیکم السلام اپا جان، خوش آمدید. چخیل شما نقص سلامتی ها نقص. یاسمین شما از کجاین؟ از اسفره. از اسفره من. پرسیان میوزیک سیلکماندیان دوستانی عزیز میدرایم آبونه میشیم. زیبونی ساجان بم سیلکماندیان میدرایم آبونه میشیم دوستان. ویدیوهاشون رو تماشا میکنیم، کانالشان دستگیر میکنیم. راستی از کمتر زیقم نمیتانم جانم مادم ساعت یک گذشت. مردک جانم خوابای ناراحت
نکنه میشه. معلش بیملال بیبی سارا خواهر جان بیملال. من گفتم یکی وقت داشته باشید مرحمت. حیفی موم میریزه ها راست. ای منم موم بی حد دراز. برای همین چی به نهایت بسیار میریزه زیق میشم. ایسفره میگفتم باز لهجه دیگر. نه ایسفره من. وای بیبی سار این سخنا ای کجا مردک جان ای وای. اکای شکرولا خواهری بیبی سارا مردک جان میگفتن کو. خیلی مردکامای ما مردک جان میگوییم. یگان جای عیبش نیست کو شکرولا. جینی یک وجه بریدم. نه من نبریدم مو پرستانی من چی همون شامپون که کراستم انچه کم شد ریختنش. یک بار کنید خواه این چارنی پیرس به نهایت نقص دیم عیبه. داخلشنده میکرو الیمنت هاش بسیار ویتامین هاش به نهایت بسیار رسان نقص. الحمدلله ما نغز یاسمینه جان شما چخل فرزندان نغز رحمت اکا جان اپای پختو پزی عالی رحمت برای پرسیدناتان شما چخل نغز. خواهی بعدی افیر دستگیری کنید. معلش من چی میکنم صاحب شمایه زیبونی سایه شمایه صاحب بعدی افیر انشالله. خوابی خوش. معلش خوابی خوش شما بم میکنم. رسان نغز به نهایت حاضر سرازو کمتر جوشانیدو. چارنی پیرسه کمتر گیرید تا سحر ایستد. سحر درنی شامپونتان به اندازیدو. یک بار سرتون شوید خواه چخیل سر ملایم میکند رسان نغز به حد نغز. رحمت برای تفسیه. سلامت باشید. سلامت باشید اپا. نه عیب نیست پرسته دو زن دارن کو. کی دو زن دارد؟ بعد دو زن داشته باشنم ممکن نیمی اکای شکرولا مردک جان گفتن. ممکن الماسف بچی مردک جان گفتن ای بس نوشتین بیبی سارا جان. الماسف دویومش شما دادین. اینا شوخی میکنن. بیبی سارا جان خواهر جانی قندول اینا شوخی میکنن. پختوپزی عالی سیلک ماندین دوستانی عزیز کانال جان میدرایم دستگیری میکنیم. منم بعدی افیر انشالله сообществомонам пухтупази оли апаҷон видеои нав ҳастми ман сообществомонам баъди эфир иншоалло. гирад главный дар бари худамай ку ҳамиш ба сайма рост бибисароҷон рост хай яктами дутами серавно зани никоҳиш бошад дигар можна ку охи мардакҷон гуфтан ягон ҷои айбаш нест бибисароҷон. ино акаи шукрулло шӯхӣ мекунам ба ногоҳ хафа нашавед. ивай ман болоба намунам не немондагитон неку хондосиам шумоям. акаи шукрулло шумоям хондосиям. мардакҷон гуфтан айб буданша нафаҳмидум дар шаҳри ино айб будааст ҷон гуфтан. не ино акаи шукрулло шӯхӣ мекунанд. бибисаро ясминахон фарангизхон шумоя хушбахтиҳоятона дида ҳавас мекунам. раҳмат шумо бам ҳамин хушбахтиҳои расонад акаи шукрулло. шумоям соҳиби зан фарзанд шавед мисли мо соҳиби хонаву дар шавед.
انشالله میشد حال یکه شکر زیق نشوید میشد همش در پیش حالی شما یاش گفتن گریتا مردک جان جان جیقی گویی گویی همش ثواب همش حالی در پیش حالی همش نقض میشه سیق نشوید من شکر الله هر دو ما یک شب منم مردک جان انشالله همش نقض میشد خدا شمارم صاحب زنی به ایمان و به توفیق شوین و هر لحظه سخن شیرین گوین صاحب 10 فرزند شوید خوش پیر شوید بعد در سایه همدیگر آمین انا دیدی دکه شکرالله شما بیبی سارا جان چقدر دعاهای نقص کردن یاسمین خان شما جان میگوید یا جون میگی نه من جان میگم مردک جان میگم دادا جانش گویی زور با هم زیبا جان راست با هم میخیر دادا جانش گویم با نقص من مردک جان میگم آمین رحمت اپا ها نفسیان شکرالله اپا ها میگوید اکای شکرالله شما چند ساله که ما اپا گفتاسید ما همه مایدیه کو یکتا من به فکرم کلان این جنگ خواهرام هم ماشا مایده حالی یاش اینا حالی ها نوروسک خواهرای من هم ماشا نوروسک زیبا جانم نوروسک بیبی سارا جانم نوروسک شما همه ما کلان به فکرم اکای شکرالله بیبی سارا ایمن کلان هم ممکن زبونیسا آخی من فرزند ندارم حاضرش ده خودم جان میگم بعد انشالله که داده شدن بعد داده جانش میگم ها انشالله آمین تا سال دیگه انشالله بیبی سارا جان صاحبی تا دوگانیک میشن بعد داده جانش میگن دوگانیکای انشالله بیبی سارا جان به یا دو پسرچه نازنین خدا میتید یا دو دخترچه نازنین میتید انشالله من 89 اپا بودید اپا زیبونیسا راست میگم من مامش میشم olmaz ده راست سلام اپا جان چخیر شما و علیکم السلام اپا جانی مدینه خوش آمدید چخیر شما نقص سلامتی ها نقص کار و بار و احوالا زندگی ها فرزندا پدر مادر همه نقص انشالله رحمتی کلان انشالله نفسی انشالله میشد بیبی سارا جان انشالله میشد ایوای بیبی سارا شما چند ساله این بیبی سارا حالی معده بیبی سارا نوروسک حالی بیبی سارا کلان نه شکرالله الهیم خداوند فرزندی سالم عطا کند آمین زیبا جان دعا کنید امی بیبی سارا تا سال آینده دوگانیک دار شوند مردکشان بعد دادا جانش میگن 45 ساله نبیرم میشین شما olmaz نه شوخی کرسین خواهر جانی قندولی من شوخی کرسین بیبی سارا حالی نوروسک مانند مانند بیبی سارا زیبونیسا جان آمین رحمتی کلان اپا جانم نفسیم بیبی سارا بچه کلانیم 12 ساله خدا بچه‌تان تن و جان ساقش که عمری درازش که داده باشد کمتری دیگر بر یان شما به میدراد یاردمچی شما میشد انشالله خوردیم 4 ساله
خدا همه فرزندهای وطن و جان صحتش داده باشد و عمری درازش داده باشد. به فرزندها به خدا فرزندهای صالح و صالحه عطا فرماد. خب آخه 45 ساله‌ایم کنیش نمانه نیستم. نه چه به 45 ساله بیبی سارا جان. 45 ساله شوید انشاءالله. دوگانی با بعد از ای با دوگانی که گیردتان به قطار هم ماشان یاردمچی میشن شما به تا 45 سالش دنتن هم ماشان 20 ساله 21 ساله کیلین میکنید بیبی سارا. کیلین میگیرید خاناتان به دختر شوهر بمتید. سعید تیجه رحمت برای لایکتان. اکای سعید خوش آمدید. اکای سعید سیلکه ماندن. دوستانی عزیز کانالشان به میدرایم آبونه میشیم ویدیوهاشون تماشا میکنیم کامنتاری مونه. اکای سعید بعدی افیر انشالله сообществомона видеои наватона. الهیم آمین آمین رحمتی کن ادمین جان. سلامت باشید خواهر جان. یاسمینا جان شما با چند تا فرزند دارید؟ من دوتا. کلانیم 7 ساله دخترچم 7 ماهه. کلانیم بچه. من نه وکک 72 ساله شدم. 72 ساله. زیبا سلام مپجانی گلم نستیان سعید. اکای سعید به فکرم ویدیوتان دیده بودم این 72 ساله با مانند نیست شما. ممکن نبرات باشد 27 باشدم. الهیم خداوند عمری دراز دهد. رحمت زیبا جان. رحمتی کلام شوخی میکنم. سعید دادر سازی خوبی خوش آمدی نستین زیبا جان. الله از راستی گپ چی خیال وای به برامده نتانستم سیوی از به که من به ساعت جمع کنید گفته. سعید 27 می نوستین. کمتری دیگر هم وقت دارم هم چی ساعت جمع کردنم دکات ساعت جمع نشد اکای سعید. الهیم کو همون وقت به خدا رساند. آمین. الهیم هم ممای 72 سالی 70 چند ساعت دیگه ماند. 1000 ساعت نه کمتر اکای شکرالله. کمتری دیگر نمیدونم 900 ساعت می 800 ساعت دیگر. اکای سعید همین کانالم با در کار. یاسمین افیسیال کمتری دیگر در کار. ساعتمو جمع کردن نتانستم. نه جمع کنم گم با ویدیو پرتم ساعت جمع میشه دو پروستا وقت مو برو بعدی اکای سعید برای همه.
که به ساعت در کار باشد دوستانی عزیز اکای سعید رو مراجعت کنتم ساعتاتون پر کرمیتین 5 روز 10 روز به پر کرمیتین ساعتاتون مالی من رفتم خدا حافظ زرتی تلفنم ادا زرتی خودمم مالا زیبا جان شما با شبای خوش خوابای رحمانی یاسمینه ایمام سایت شما ها یاسمینه ایمام سایت من اکای سعید شما سوال من جواب ندادید به فکرم یا نبودید می افیر به برامده بودید می زیبا جان شبای خوش شما با دوگان سوال اپا جان گفتم که کمتر 3000 نمیدونم 100 ساعت شدگی 3200 ساعت شدگی 800 ساعت یا که 700 ساعت دیگه من به دکار اکای سعید وقتم کم برای همین ساعتم جمع نشده است ممکن تا همین اخیری ماه وقتم هست میچخیل که ضعف که پرتم برای همین مالی به شما همه خوابی رحمانی رحمت اپا جان برای همین اپا اکای سعید چی ساعت جمع کردن که ساعتی tam buramda namertan دیدم راستگر نمیدونم واتساپ نبود اسمی چه سویازی buramda من ندانستم ساعت جمع کردن که سعید یکان سایتی پول کار میکردگی میخرم چی میگوید یاسمینه جان محلش خرید اکای شکرالله مرا دادرم جمع میکنه 800 ساعت دیلی ساعتش 2 روبل محلش 800 ساعت دیلی 700 ساعت در کار دیمم و بسیار شکرالله چی مفروختگی ها هستیم کانال مفروختگی ها و یا چه خیلی افته میشه اکای سعید مساعد جمع میکردگی اکای شکرالله کانال میفروختگی ها هیان کو زیادش کتی میکنن میدهد محلش از کجا یابم خرم که میفروشد دادرم قطی من اکای سعید شما به کانال های فروشی هست می شکرالله میخردین نه اکای سعید به فکرم که ساعت جمع کنه شکرالله اینا کانال یافت شد اکای سعید به دادرشان بود از کانال چه خیلی کانال اکای سعید منتیزاتی هاش گریان می پول کار میکردگی می اینا پول کار میکردگیش میخردین منتیزاتی گریان پین کاد آمدگی همش آمدگیش میخردین اینا شکرالله میخرن شکرالله پرستاسیان دادرم هست که میخرد اینو ولماس شکرالله پرستاسیان که من کانال میخرم از کجا یابم کی میفروشد نوشتین این شکرالله کانال یافت شد
چند سوم یک ماه به چند سوم پریمیر. اینجا این تنی یوتیوب شکرولاش ما بازار نیه. این همه ویدیوتان که پرسماتر بسیار گرفت پولتان هم بسیار میشه. گه پرسماتر و ویدیوی خودتان باشه دیگه جالب نبیاد و همین پول کار نقص چی کند ویدیوتان پرسماتر بسیار گرفت هم پولی نقص کار کنید. از خودی صاحبی کانال وابستگی دارد. بله راست. همین خودتان چه خیلی که کانال پرتایید هم موقع چی میشد کانالتان سوم کار میکند و اولش با کمتر و با سانی سکسکی نقض میشد به فکرت. بعد من ویدیوی شما دوزدیم پرتم. انی کیه انی من نمی محلش پرتفتن گرین من چی میکنم جعل بگذار میکنم کانالتا محکم میشد. کانالی مرا حاضی 50,000 گفتوسیان خریدار دارد اما من نمیفروشم. کانال شما اکای سعید نه و کو پاپولярный dostie کمتر دیگه به و هاش подписчикаш уже بسیار شدگی نفروشید نه آخه چی به میفروشید همون 50,000 یک مند کار میکنید کانال خر باشد هی بوگه اگه کس کانال میخرد دیگه باشد مرحمت اکای سعیدو مراجعت کن تو کانالشان با نامر تلفنشان هست و واتساپ ندارد به فکرم هم تو نامر تلفنشان هست. من نمیفروشم ماشین بازا گفتن فروش در خانه نفروشید اکای سعید ماشین بازا خداشان به کانال کشایند نفروشید کمتر اوژه کانال شما وشته شدگی سوماش نرمانی به فکری من دادرم و هست کانالی فروشی اینا اکای شکرولو کانال میخرم گفتیان کو دوستانی عزیز کسانی که نو آمدن خوش آمدن به افیری ما از همه شما مینت دارم که به افیرهای ما اشتراک میکنید. اپا ساعت در کار گپ زنم اپا جان محلش اکای سعید محلش گفتم کو در کار یاسمین خان اینی شما هم نقش دیگه یعنی من نیه حالی یعنی من حالی کمتر دیگر گفتم که ساعت ده کار اکایش کرولا هم ساعتم جمع شود منتیزاتیه به ضعف که فرسانم انشالله که قبول شود انشالله نقض میشد. من یک او افی رفتم با آمدم خوش آمدی بی بی سارا جان افیری کی است با بی بی سارا با کجا به افیر شده است من دیدم که افیر نبود برای همین افیر کردم اگر دیگه جا به افیر باشه دیگه خیلی برو من برای همه آدمای ما کمی من زیق شدم که چی به ما بکنم با یگان جای دیگه به افیر بود استی برای همه اپه گل جان شامی غریبه ها 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 برای همه ما بکن بود است بی بی سارا جان نه من مسکوه با اکای سعید من تاجیکستان بنی مسکوه با
آویا منه بلاکرگی نوشتین. منم دیدم افیر نبود شمارم و یارم یکی سر دادین افیر. ها راستی گپ من ندیدم دیگه که بینم که افیر نیست. نامرا ده زنگ زنه پکر میزنیم. محل گپ نیست اکای سعید محلی. کسانی که نو آمدید به افیری ما خوش آمدید دوستانی عزیز. از همه شما منت دارم. در افیرهای ما اشتراک میکنین ما را تنها نمیگذارید. گپ میزنم صداش نکرده بود. محل شکای سعید رحمتی کلان. هموا شما را بلاک کردگیان هرچی که نباشم حاضی اوجت بودین خوبت کرده بلاکت کرد. بلاکر است. اینا اکای شکرالله به نهایت آدم شوخ. اونجا هم یگان چی گفته باشید که شکرالله بلاکر باشن اپای گل جهان. خیلی افیرای مایم افیرای رنگی افیرای اپای شهلا اپای گل جهان بسیار بسیار چی بیننده دار شود. خیلی ما حاضر به نو افیر کراسیم. خیلی از خدا امید داریم که رنگی افیرای و هم آدمای مایم بسیار میشد. خوبش کردین آخی آدمی ای خودش کلانه میکفد جان نگه. اینا هم خیر. اینا اکای شکرالله شهری ماندم هر خیل وحاش هسته بیبی سارا جان و ناحیه ها میگوید دیه چه هاشای اینا شکرالله یک طرفی ما یک دیهه آدماش به نهایت خاکسار آن آدمای همین طرف های شکرالله اینا به نهایت زنکا همشان سطرکی به نهایت دخترای خوشرو دارن آدمای خاکسار به نهایت آدمای نقص همین طرف های شکرالله اینا بیبی سارا خی شرور کند جان میگوی شمایم جان گومی شو دارن شوشان نیایم به جان نشان بیتن تا نه او بالای خرگپی نه نه در کار چی در کار راست شکرالله آدمای شو داره جان گفتن او بال ممکن نیست شریعت ممکن نیست بای بچه 93 سلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدید اکا کلوچ دادم والمصف اکاین دادرین من میذارم ای خودم ای جان گویده راست ممکن نیست شکرالله فرهاد بای بچه 93 آمدم خوش آمدی اکا دادری اکای سعید اکای بای بچه
فرهاد با بچه ساعت جمع کنن. دوستانی عزیز نامراشون ماندن زنگ زن تا من با در کار اکا جان 800 ساعت الی 900 ساعت در کار من به آخی صد خاکسار باشی خاکساریت در دیگه جا نشان تیه نه در زنی دیگر آدم جان گفتن راست بی سارا جان راست نه من پرسته چی بی سارا طرفای ایها میگم آدماشون هم خیلی اینا اکای شکرولا شوخ اینا هم خیلی شوخی میکنن هر و افی رابیو هم تو آدمایی همه ها من دیدم اکای سید نامرشانه دیدم زنگ میزنم هم خیلی گفتم آدمای طرفای ها به نهایت آدمانی خاکساری آدمانی چی کو زنهاشون هم بهترین زنها دخترشون بهترین دخترهای خوشرو همش زیب خوشرو دخترها طرفای هم هننده من شما ابسلیوت جانم و های جان گفتم علم کرد به شما به اکای شکرالله خب التماس همین فیلم نقض گذرد اکای شکرالله اینا بی سارا شوهرشان جان میکنن اینا جانگوی یگان کسب آرزومن نه خواهری من ای من ayaktan bezor ayjon go'ydan prosta xuddi hurmat کن هیچکه بلاکت نمیکند و افیرش شوش میبینه گلجهان جان گفته گپ میزنین ها راست اکای شکرالله گپای زاید که به فکری من در کار نیست فرهاد کایا para بود کندا در نفسی اکای سید پروستا کمتر دیگر اکای سید ماندگی برای همین نباشد خودم هم جمع میکردم و میگم که دیر نشود اکای شکرالله گپای زیادتی در کار نه به فکری من یک مردک شیرین دارم هر لحظه جان گوشه انتظارم نه هر لک و پوستی لکیره удалит کنید بی بی سارا چیه удалит کنه بودش میکنه گپ زدم نامیره واتساپش سخرانیت کنه اپا جان معلش اکای سعید گپ نیست رحمتی کلان اکای سعید اکای شکرالله چیه بی بی سارا удалит کنه لایک سلامت باشید اکای سعید نویسیدگیتان удалит کنید بی بی سارا چی نوشتن بی بی سارا به فکری من یگان گپی به جا نویسدگیشان نیکو دوستانی عزیز یک بار دیگر خوش آمدید به افیر ما از همه شما منت دارم که در افیرهای ما اشتراک میکنید از همه تان منت دارم دوستانی عزیز ویدیوهای ما را دستگیری میکنید بسیار شما اینا رکن که به حق میگوی جان نگین پروست زنی کسی دیگره شید هیچ که به شما کار نمیگیرد راست انشالله کارش بوده درسته ها انشالله رحمتی کلان اکای فرهاد بای بچه رحمتی کلان یک جان تشکر السلام علیکم و علیکم السلام اکای مرادالله خوش آمدید در کجا بودید ما به قریب 1 ساعت میشد نیستید سازین خوبین همه کسی انشالله رحمتی کلان اکای مرادالله شما چه خیلی نقص سلامتی تا نقص
bo'lmasa خواب جا میکنین. دوستان عزیز، کسانی که نو آمدن خوش آمدند. لایک های گلو فراموش نمیکنیم تا که بینندگان ما بسیارتر شوند. دوستان، از همه شما منت دارم که در افیرهای ما اشتراک میکنید. صدای زرافشان شما چه خیلی لکه مرادالله، سلامتی ها نقص، پدر مادر همه نقص، کانالا با چی گپا، چی نویگری ها. چا میکنی ای نارکم ای دنیایم فرق چشم ده. در افیری اپای بعد کی بود نمیدونم راستی. سانی از کجا اسفر گفته با سوال دادن که اکی اپای گلجهان گفتن که آدمی زنه که افیر به از کجای تو چی گفته نمیپرسد و ممکن نیه گفته و یا اپای گلجهان هم خفته بودن. اینقدر دختری گزاله بوده. راست میگی من گزاله. اپای گلجهان گفته بودن که چی در کار نی خیلی گپای آدم افیر به نمیپرسد که افیر سخرانین میشد. بعد اكو خايج خیلی ممکن نیه تاجیکای ما با عموما خیلی گپا ممکن نیه گفته اپای گلجهان خفته بودن. خیلی مثلا از کجا گفتی خیلی نه اسفره با پرسید که از کجا اسفره کدام آدم بود نمیدونم اینا اکای شکرولا نبودن دیگه آدم بود. نه افیر به چی من در آمده گفت سوپدن کدام سنیم پایین نوشتگی بوده. چشمات بالا کن با قاشات نغلطت ببسارم. قاشای من قاشای فرشی بینی قاشای ما گوید ببسارم. قاشای ما ارگینال یکان وقت نمیغلطت گوید. نه این یک خاراکتر دارد که از کجای چی میخوری چی میپوشی ساعت چند خواب میره ساعتی چند خواب میخزی باید بگویی این داره که پرسنده های قبرستان بارین پرس و پاس میکنند. من با بلد من بغلط باز نوشه میمانم غمشه نخور. هم نگوید ببسارا. و فکری من قاشای ما نمیغلطت ببسارا. قاشای ما ایخه فالشی بینی ارگینال خدا داد قاشای نمیغلطی تکی کوید ببسارا. شما به قاش نیست که خودش
کی گفت ما به قاش نیست شکرالله. همه قاشای خوش رو دخترکای تاجیک به هستی همش. همش دخترای تاجیک قاشاش وایده. هم سیاهی خوش رو هم بسیار غفصی بزیب. من سلام بمیرم. یک دوگانم هست هملق پیشی هم بمیرم هر بار قاشای شما رسا خوش رو دخترای شما میبیاد همش قاشش خوش رو گفتم خیلی گفتم دوگانم ما دخترای خدا دادی آخه قاشو چشمی ارگینال ما هست ما سونئی نمیکنیم قلم پلم نمیکشیم آخه هم اسماعیلی که میگن ما قدیدن گیرد همون قاشم شما ده چی شکرالله یک گپ زنمی ما دخترای خوش رو ده همون به ما چی اینترنت به خودمای نشان نمیتیم اگر ما بیزیب باشیم خودمای نشان میدادیم ما همخه دخترای قاش و چشمی ارگینال داریم خوش رو که هییم ما به چشم نکنن گفته خودمای ویدیو نمیگیریم دی لیتسامای نشان نمیتیم ها ها خندان دیدم منه مردکم قاشامه دیده گرفتگی مثل انمین راست ایوه تعریف نکنید نه این تعریف نه راست اکای شکرالله راست ما قاشو چشمامای بر فقط برای شب حراما فسام میکنیم خوشرو میکنیم ده بیگانابه نه بیگانابه نشان نمیتیم ایوه بیبی سارا سارمی بیبی سارمی نفهمیدم شکرالله چی نوشتید بیبی سارا راست می‌نویستی که بدید به فکری من ایوه بیبی سارا راست می‌نویستی که بدید سراسیمه شدید اکای شکرالله همون به شوهرا بدیده چی نفهمیدم بدیده چی دویون زنگیر تکشتا شما به زن دیگر مرد کار نگیرید خودتان حرمت کنید که روزی زن شما هم دیگر را جان نگد راست داری عکس تخته نکن که درت آمده میشکند میگوید که راست همین گپا سارا جان راست گفتی خواهر جان داری عکس نزن که درت آمده شکستم پرتاد یک باره خودت بیخبر مانه برای همین به نهایت احتیاط شدن در کار دوستان عزیز تاکشتا یک تا گپ زدم به یک تا کار کردم 100 بار فکر کردن در کار مثال همین مردهای هم خودشان خواهر دارن مادر دارن اگه به زن میگیرن زندار میشن با دختردار میشن برای همین نقص فکر کن تا دوستان گفتگیان که کشایی ماره شمامان دیده و برای همه زنی دویم گرفتن هم خیر چی گفتگیان که قاشای ماره شوهامان دیده و برای همه زنی دویم گرفتن هم خیر نه زن دویم گرفتگی نیکو بیبی سارا جان اینا شوخ کرسیه ما با خداوند زنده رسانه ایفیر بنمانیم وای شکرولا بعد زنکای ایفیر بمی آمدگی چی که یگان زنکای گنده می که
این افیر بامده گپ زدم به فکری من یگان جای عیبش نیه شکرولا ایخال نگاهی ما مثال افیر بامده مثال مردکای گپ زدست اما نیکو یا یگان مردکای افسوجدت کرده یو اینجنده یگان گپی بیمنش تگیش نیکو شکرولا ایخال نگاهی ما اینجا میبینیم پرسته ما شهری مهاجرتنده شکرولا زیق میشیم برای همین کمتر افیر کنیم کمتر یک دیگری اما که گپ زنیم گفته می درای میفیر بخل نگوید که من با دیگه افیر نمیکردگی نشوم شوهری منم افیر میبیننده بعد بیگذار میگم که ده بیسته گیرم من با خودم کار دارم با دیگراش شب درباری خودم شد کلانی درباری خود خودمان شد همینش راست 10 تا میگیرن 20 تا میگیرن می شب پیشی ما بیاد شدن بیبی سارا جان اکای شکرولا گپتان رو دلیت کنید ما اینجا مثال یگان آدم افسوس‌داد نمی‌کنیم افیر به یگان آدم غیبت نمی‌کنیم مثال افیرا به و تیک تاک و مثال اینستاگرام انده افیر میکرد گیابای خدا مای نشان داده مثال هر خیل هنر رو نایرنگ نمی‌کنیم که شکرولا سلام علیکم سعید اکا خوش آمدید سعید اکا و علیکم السلام شما چه خیلی نقص سلامتیتان نقص کلوش دادم گیرید من شما با نگفتیم یاسمین خان شمایم من به نچسبید من اکایش کرولا من شما به چسبید آسگیم نیه پرسته من افیر بزنه من نمانم گفتید برای همین خیلی که من برسته رفت مبارک شود خواهر رحمتی کلان چی مبارک اکا خدا رسانته بزن کاشکی کو ندراید با نشود سلامتان تیان زنای افیر به معنی نیمار مردکامون راضی که دارند در کار شود حاضی درآید در برم دو کسه گپ میزنیم چی گفتین راست آمن بزن نیست که منم هانی خیر زن گریده کرده منم این افیرای ما به اشتراک کراسید که بینی چی اگان کس اگان گپی ناجا گفتاست یا مثال در آمده ما شوهرها یک دیگری همای غیبت کرده و خانو در یک دیگری همای غیبت کرده خیلی کراسیگی من یکو اکای شکرولا به فکری من ما یگان کاری خطا هم کراسیگی همانیه یگان اکو نمیدانم دی شما کدام مانی که گفتید اکای شکرولا راستی گپ نمیدانم اینجا چی گپه هیچ اکای سعید هم خشتیم چخ چخ کرده ششتیم از حال و احوال یکدیگر باخبر شده شدیم خوش آمدید اکا شما چی خیلی نقص پدر مادر تاجیکستان همه نقص درست من گپی ناجان نگفتاسیم کو نه شما چی نگفتید اکای شکرالله شما چی نگفتید خداوند همه زنهای خودش به انصاف تیه اکای شکرالله افیر به میدراندگیشم نمیدراندگیشم خانه به میشتگیشم تلفن دار به تلفن همش به خدا خودش هدایت کند همه زنهای مردهای مایه خواهر همیشه خداوند نگهبانتان باشد رحمتی کلان سعیدکه رحمتی کلان سلامت باشید اینا را شوهراشان جنگ کنن بعد منبع میکنم
ما شوهرامو جنگ نکرد شکرالله. بیاین اکاین یا دادر خودتون حرمت کنید، شف شف نکنید، سر ویران نکنین که من هر خل گپ سرم نمی بردارد و دستانم حیف نمی کنم برای گپای میلیچ یا فهمم. اپی بی بی خواهر جان بی بی سارا اینا بی نهایت چی اکای شکرالله شوخ همه افیرا بینا هم خیر خفه نمیشین. اینا شوخ طبیعت، اینا دیگه خیلی گپای نمی نویسن. نمو شوهرامو جنگ کنه دیگه شکرالله ما عموما افیر بنم. ما میخوای قهر کرده میشینیم تلفنم دست ما به نقابده چی به نگاه نکرده میشینیم ما مایدش بس بیبسارا تمام. این اکای شکرولا تمام کردن بیبسارا، اینا بس دیگه گپ نمیزنن دیگه بی هر خیلی نمیزنن. زیق نشف بیبسارا جان خواهر جانی قندول زیق نشف. اکای شکرولا تا سال دیگه بیبسارا دوگانیکدار میشه توی فرزندش رو میریم توی بچه هاش با جنگ نکنید. شما هم اسفره کو منم اسفره هر دو ما مهمانای ولایت سوق شده توی میریم فرزندامای گیت شما زنگ گیرید شما کیلین من یاسمین ددای یاسمین اما ما توی میریم انشالله. توی بچه های بیبسارا جان با بیبسارا کدام طرفی مسکو گفتید میدونم ایروی همه خیلی شوخیاش کدام روز همه این بلاک میشوه. بیبسارا جان از کدام طرف گفتید تمام خودتون حرمت کنین مرد نباید با زن را از بار کند. انشالله الهیم خداوند رساند به دل و آرزوهاتان. ها رحمت شکرالله رحمت احمد افا جانی ادمین که سلامت باشی خواهر جان انشالله میریم و شکرالله دورنده نمیدونم کدام طرفنده اینا دور طرفنده ما مسکونده کراسنaya کراسنا کراسنایارسک ها ما بیق نزدیک نیو میریم شکرالله به نزدیک به فکرم ما هم مسکو میریم شکرالله زنشان که از طرفاشان میبیاد میریم ای وای مایکاب در میبی مایکابش کجا شکرالله با این چه گپ مایکابش چی من مورمنسکنده ها اکشما هم دورنده طرفی سیبیر به ما ها چی نیه بیبی سارا جان کدام طرفی مسکونده نباشی من میرم انشالله توی به پدرکه های گرفته نینی ها به انشالله میریم یک سال دیگه و یاسمین یک سال میشد کلانکک میشد راه میشد دستی یاسمین گرفته میریم یک دستم با یاسمین یک دستم با پدرکه های گرفته توی ببینیم انشالله. من کس ندار فهمیدیم اینا را رنگ گب نشان واریم جاشانم معنی نداره. اینا شکرلا مورمنسک این یک وی دور ده اینم
همون طرفای وینده خنوک طرفایی های من رفتگی نمیدانم که میخواد جای خنوک گفتشون نبیدگی روی خنوکاشون یه های سر شدگی سخت خنوکاشون هم به فکرم شکر الله انشاءالله خدا راضی باشد داریم ما همیشه برای دوستا باز رحمت های کلام انشاءالله خدا نصیب کرده باشد همین نصیب با ما همین خانه شما به مهمانی رفتن باشد انشاءالله میریم برف بارید من شنیده بودم دیگه شنیده بودم که همون طرف خونو گفته ما با هم یک بار برف زد وشه هنه ما با حالی برف نیه بی بسارا جان ما با حالی خونوک هست و برف نیست ابید با آفتاب شد کم ترکک حالی برف ما با طرفاش ما با تیستر میزد دستی برف بی بسارا ای من خفه شدی و ماسف شکر الله نرسیم بی بسارا جان که این یادادار من از کسی خفه نیستم نیکی خواهر یک رنگ خواهر دانید حرمت کنید خواهر شما هم دیگر کس حرمت میکند فقط خودتون حرمت کنید راست اکای شکرالله شما هم خواهر دارید من گفتم که آلنگی کردی مثال همین کو این گپ شکرالله بنه من همه خیلی میگم که همین همه مردکای ما مثال یک زنه به چشم بد بینن یا یگان گپی ناجا زنن مثال همونو اول ایستن فکر کنن که انا من خواهر دارم مثال مادر دارم زن دارم دختر دارم همین نه فکر کردن در کار دی دنیای گذرا چرخی گردومی چرخی فلک میگوید که پیش 40 سال بود تازه 40 روزنده میبینید مثال یک کس بگم گندگی کنید سر خودتان با همون گندگیتان میگردد در کار نیخ گپای بی جای بای در کار نیست جان پان گفتنی مردی بیگانه یک زن این در اسلام اومدگی نیست که جان بگوین همین حرمت کردن حرمت میبینین راست این افیره مثال بعدی ما اینجا مثال شوخی کرد وای میکنیم و بعدی ما افیره کشتن چند کسای دیگه افیره میبینرده میگود که مور پدرات به نعلت مثال میگم دیگه کو این مور این هم خیلی گفته است مثال شما اینجا بنویسید که این گپ اکو منبعم تاثیر میکند با اینجا به اینش نویساست اینش خوانده است گفته اکو خیلی گپ میدانید کو شکرالله اکو دست به بسارا نصیحت نکنید ما که رسما در به 1 سال و 3 ماه بودم فقط ینور به برف بود تمام اینجا علقه اکتبر به برف زد خنک ها چی پدرم میگن که امسال مسکو به نهایت اکو همه شهرهای روسیه به خنک سخت میشده است گفته پدرم هم خیلی گفته بودم اکو هم خیلی میشتگیستی هم و آنده گفت کو نواستی آنده
امسال خنک زمستانی اکو طرفای روسیه خنکش سخت میشد گفته اکو سر شده است گپی حقه که بگم حتی همه رنجد نیما نصیحت کرد از گاما نه شکرولا من هم خیلی مثال آمدی گپا گفتم من ایمن شما در نظر نداشتم من هم تو آمدی گپا گفتم که مثال بعدی ما افیر مکشیم مثال یک آدم وای فکر و عقیدش دیگه مثال اینجا به ما فکر و عقیده ما دیگه همه برای خود مثال و هم خیلی آدمی همه آدمی افیر دیدگی مثال و یعنی خودش هایده شکرالله خیلی که یکان گپی ناجا نزند بعد افیری ما مایلش کمتره خودمای حرمت کرده گم میزنیم بیب سارا جان امروز افری فرانگیز بودید می من کمتر درآمدم سری افیرنده بعدم خیلی افیر برفته بود ما هم خیلی تلفن ماندم بعد رفتم ترگاوی سنتر قطی دخترچم یک دوچی در کار بود دخترچم با گرفتم و رفتم وای قطی یک از کمتر بلند روی کنم دولینی بلند میشد اینه بیب سارا جان و چی به دولینی بلند میشد خواهر جان دولینت بلند نکن زیق نشف خواب بودم ادمین کرد جان ها نه وای فرانگیز هم افیر دیر سر دادن من خشت بودم که یوتیوب افیر آمد ندارندم کمتر گوزدم که شوهرم زنگ زدن من آمدوسیم تیار شفتم بابا یاسمینه به چیز در کار گفتاسه بودی من آمدوسیم شما مگزین برفتم و به ترگاف سنتر یعنی خانمان داده نزدیک ما با سانی مایلش گفته اما خیلی تلفن‌های پرت افتم و رفتم تلفنم خیلی دستم نگرفتیم میگرفتم هرچی کمتر و بلاک سلیمان میکردم و نگرفتیم تلفن‌ها خواننده بود نیما رفتیم شوهرم خواننده بودن نیما رفته سونه یک دو چیزی در کار بود یاسمین رو گرفتم و آمدیم بیا موشه افیر اددا شده است با ترگاه سنتر میریم گم از ما بالانگی خانه به یک دوگانم زندگی میکنن تاجیک همونایی هم قطعی شدن سن رفتیم بعدی کودکام های دست دادن کمتر بلند تر زنم یا که زیغ کنم دولینی بلندی بد میشه بیبی سارا جان میفهمم بیبی سارا جان زیغ نشه زیغ نشه گریه نکن خواهر جان حالا انشالله همش نقص میشد با فرزنداشت میری همش نقص میشد حالا همش خواستی خداوند خداوند همیشه خواسته بوده است بیبی سارا جان کمتر این ممکن این اتهامی پروردگار حالا همش نقص میشه خداوند بنده هاش امتحان میکند بیبی سارا کنی بندم چی خیلی کند گفته همش انشالله نقش میبرود زیقی نکنی من وعده گفتم که آچی من 7 سال فرزنددار شده گینه 7 سال بیای بیبی سارا خدا با دستگیر زیق نشوید اکای شکرلا مثال فیلم شوخی کرده مثال یگان چی می نویسید بعضی آدم شوخی میفهمن بعضی آدم راست میفهمن بعضی آدم فکر میکند که همین مثال همین آدم چوبا میخواد نویست اکو همه مینینیش هر خیلی شکرلا برای همین و در کار نیست کپای بیهوده آجی من 7 سال فرزنددار نشده بیبی سارا جان
بعد 7 سال 4 تا ولد کردی، 2 دختر 2 پسر. نشوید همش نقض میشه. کردن کار نه. انشالله حق جان نصیب باشه بکر میشه. انشالله نصیبتان به های. نصیب به های بی بسارا جان، ولی همش نقض میشه. نکن از بینیم خون سر کرد. آزو میاد. دولینی که بلند شود آبینی خون بسیار بیاد بی بسارا جان. آخه چی به زیقی میکنی؟ زیقی نکن خواهر جان، چی به زیق میشی آخه؟ یاسمین خواهم بی بسارا، من شوخی کردم، خفه نشید. خیر، من رفتم فوتبال سر کرد. خوش آمدید شکرالله. نه ما خفه نیه. این پروسته بی بسارا جان کمتر زیق شد میچخه. من میفهمم شکرالله شما شوخی میکنید، بعضی آدم نمیفهمد گفتم کو. ای با ما بینود نشدم بی بسارا. همش میگذرد. انشالله همش نقض میشد بی بسارا جان، زیق نشفت. راستش با شکرالله نمیدانید شما سهر میخواستید کار بروید بیگانه میبید. ما زنکا سهر خسته کار برویم با همیخه خواننده میشینیم که زیق میشیم، هر خل گپای فکر کره. از سهر تا بیگاه آسانیه که خواننده شدن. برای همین خون رفتن گرد خواهی که دولینی در سر نزنه. راست چی هبه شما حالی بی بسارا وعده سینو سالتان با حالی سینو سالی شما با ممکنیه دولینی بلند شدنده. شما با دکتر با خدا نشان ندادین می این دولینی بلند شدن از 30 بالا دولینی بلند میشد شدنش در کارو. این سینو سالی معنی شما با حالی ممکنیه دولینی بلند شدنش. برای همین یه بار دکتر با نشان داده گپ زدن در کار که همینه پیشگیری کنه دولینی بلند شدن. منم یکم خیر من دولینی بلند شد پشتی سرم در میکنه، تو بی سرم در میکنه. سالی آچم دکتر ده من آچم هم خیلی گفت که من آچم من دولینی بلند شد گفت زنگ زنم آچم گفت که 30 سالی شما به نباید دولینیاتون بلند شود. دولینی بلند شدن از 30-35 بالا باید دولینیش بلند شود. گفت آچم هم خیلی بی ساعت شد و شما من شما میفهمم. من پریشان نکنید یادم که جان من چهار فرزنده از دست دادم کمتر زیق شدم دولینی بلند شد خون میرد. ای بینیم من میفهمم بی سارا جان این روزه یگان کسب خداوند نشانتیت به نهایت روزی سخت من میفهمم. من پرستم میگم که 30 سالی من شما با دولینی اما نباید بلند شود. اینو پیشگیری کردن در کار میگم من میفهمم بی سارا جان قین به نهایت قین. مثال اکو نمیدانم دیگه چی گپ زنم. دولینی بلند شود یگان خیلی دارو میخوریم بعد بی سارا دارو شایکو مخصوص برای دولینی کمتر فوردارانده. منم کمتر زیق شوم هم خیلی شد
وقتی بی سرم درد میکند سخت درد میکند فکر میکنم که سرم از میکفه. سیخ نشوید بی سارا جان، ولی همش نقض میشد، ولی همش از یادتان میرد این روزا و این گپا، همش نقض میشد. ای خدا بی سارا بخشش، من نمیدانستم شما این روزهای سخت ای سر گذراندگی. وقتی کسی کمتر بلند روی کنم وجه دورانی بلند میشد، رگای گردنم اول شخ میشد بعد خون سر میکنه و دورانی بلند شد دیگه خون یک بار خیلی اسکی وای میشد. از کجا برومدنش نمیدانده، برای همین بینی که نزدیکی های بینی بیرون بام برد، فشار خون بلند میشد که خون ایخه کجا رفتنش نمیداند، برای همین هم خیلی از کجا بروم گفته وای میکنه. قین خدا هیچ کس پین خیر روزه نشان ندهد، دشمنامو این روزه نبینه، ولی همش نقص میشد. بی بی سارا زیق نشد خواهر جان، ولی انشالله همش نقص میشد. گفته سیدم که انتیام پروردگار دست کت بکره میگیری، دوتا دوتا سه تا دوگانه کره میگیری، شش تا هشت تا فرزند میشد انشالله، گیردت پر پوری فرزند میشه. همه زیقه کرگیات از یادت میرد، زیق نشد خواهر جان. من پرسته میدارم شوخی میکنم، لیکن روزی من تا بیگانه را در خانه دارم محکم، حالی من گریه کسی داری کسی را نمیداند، درد کسی را نمیداند. راست بی بی سارا جان، راست سیق نشد. من میفهمم، منم راست تا بیگانه خانه را بی بی سارا جان، منم شوهرم کار میبرم راست تا بیگانه خانه. یک دو بار دخترچه میگرفتم، گفتم ترگاب سنتر نزدیک کو رفتم آمدم دخترچه کسل کردم و شوهرم قطعی من جنگ که تو هم خیر من کچی نبروگم میبروی انا بچه تا کسل کردی تا همین اسمین درست شدن من با روز نیست. 2 سال میشود که کدام روز پابندی غریبی در آرزوی فرزند کی فرزندی با عمر دراز نصیبم میگردد و بستری بلند به تاجیکستان روم ایدرکی پدر و مادرم درم. بی بی سارا جان از من گریه میکنم خواهری جان، حالی همش نقض میشد، حالی یک تا نی دو تا سه تا چهار تا فرزند که میری تاجیکستان بزیق نشد خواهر جان، حالی همش نقض میشد، همه روزهای نقض در پیش بی بی سارا، حالی انشالله میشد همش نقض میشد. دوتایی کالیاسکا دستتان میاری تاجیکستان خواهر جان، زیق نشه ولی همش نقض میشه. زیق شدن در کار نیست. اینی بینده بی بی سارا جان، انا دورانی بلند میشه مثال زیقی میکنی، این زیق شدن که یکم پرابلم حل نمیشه خواهر جان، این یکم وای نمیشه دیه. انشالله همین که جان شما هم زیق نکنین، میگذرد این روزا را.
نه بیبی سارا جان پرسته گپای شما به زیق شداسیم راستی گپایی که شما نوشتاسین من زیق شداسیم. زیق نکن خواهر جان، زیق نشر. این شکرولا شوخی میکند با دیدی اخیر به بخشش میپرسد. انشالله خدا خواهد میشد بیبی سارا، همه خوشبختی شما در پیش. ها انشالله حالی همش نقص سامی گوالنی شوهرت دیان پیشتنده همش نقص میشد. فرزندم حالی خدا میرساند. حالی همش نقص میشد. زیقی شدن یگان چیه اجرا نمیکند یگان را. خدای مهربان بشکر، خدا جان مهربان بشکر، انتهام پروردگار بشکر. خداوند خداوند همه بنده های نقص دیدگیشه امتحان میکند بیبی سارا جان. از این عبورت که تو به نهایت دختری چقدر خداوند به نزدیک خداوند توی نقص میبیند که توی نمیخواد امتحان کرگی. نه همش نقص میشن روزهای نقص در پیش. کتاب زندگی مثل یک کتاب مگوید کو ما نمیدانیم که دویون برقش به مثال چی نویسته همون کتاب با کتاب زندگی به برای همین یکان وقت زیق کردن در کار نه، زیق شدن در کار نه که همش میگذرد انشاءالله. رحمان همش نقص میشه. دوستان عزیز از همه شما منت دارم که در افیرهای ما اشتراک میکنید. از همه شما خواهش دارم که در حق همه بیبی سارا جان من یک دعای نیک کنید که صاحب دوگانیک فرزنددار شود. صافی صدای خوبه. نغز افنی صافی جان خوش آمدید. پدر مادر تاجیکستان هم من است. من قادم بیارم. معلش صافی جان رحمت یادیم که جان این زندگی چون پسی دیدم. میفهمم بیبی سارا جان یک ناسان گفتن آسانه نه. من گفتم کو بیبی سارا جان خداوند بنده های دیدگیشه ولی کند چه امتحان میکنن نزدیک شدن کنید لازمی یا مالش